به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان و درود بی پایان بر روان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و یک سلام خاص نصار شما عزیزان و شنوندای خوب دهکده فم به خصوص برنامه میزگیر. خدا کنه میتون جور صحتمند باشید، از گزند روزگار در زمان خداوند منان بوده و لباس عافیت بر تن داشته باشید و خداوند بی‌نهایت سپاسگزار هستم که باز هم فرصت و مجال به ما عطا کرد و اجبار برنامه میزگیر امروزی در حضور شما عزیزان دل قرار بگیرم. خب دوستان عزیز، قسمی که در جریان هست در هر برنامه روی موضوعات گوناگون صحبت های میشه و در برنامه امروزی هم راجع به اقلیم و کمبود آب و ارزش و اهمیت اقلیم آب صحبت های میشه که در برنامه با مهمانان عزیز خود هستیم. امروز هم شما شنونده برنامه باشید که از دهکده فیلم برای شما نشر میشه با همکاری رادیو اجمن و مهمان عزیز برنامه ما جناب استاد حسن رضا شایانفر هست، استاد پانزه حقوق پنتون خطاب النبیین و همچنان مهمان بعدی ما هم در راه هستن، ان شاء الله تعالی لحظات بعد در برنامه با ما حاضر میشن و جناب استاد را هم در برنامه خوش آمدید میگم و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و واقعا زحمت های زیاده کشیدن تا اینکه در برنامه با ما حاضر شدن. ممنون ازشون که دعوت ما را پذیرفتن. استاد خیلی خوش آمدید در برنامه، وقت شما بخیر باشه و خسته نباشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. بسیار بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما در استودیوی رادیوی دهکده با مباحث متنوع و مورد نیاز برای جامعه، اجتماع و مردم قرار داریم. انشالله که بتوانیم مباحث را ارائه بکنیم که برای سطح ارتقای دانش و فرهنگ مردم ما مؤثر واقع شود و در خدمت شما هستم. بفرمایید. بخیر باشین، سلامت باشین جناب استاد و باز هم جا دارد که شما تشکری بکنیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و قدم رنجه فرمودین حاضر شدین در برنامه. خب جناب استاد، در نخست اگر برای ما و سایر شنوندگان که شنوی برنامه هستن ایره بگوین که امی اقلیم و آب چقدر اهمیت و چه ارزشی در زندگی انسان دارد که و چه جایگاهی را در زندگی انسان دارد تا ما بدانیم و بفهمیم اهمیتشون. بحث های مرتبط با اقلیم و تغییرات، تحولات و دیگرگونی های مرتبط با بحث های اقلیمی یک بحث بسیار مهم، اساسی، معتلابه و پرکاربرد در دنیای امروز در زندگی معاصر قرار گرفته است. یعنی تغییرات اقلیمی و بحث های مرتبط با اقلیم آنقدر مهم و اساسی است، آنقدر ارزش بنیادین و استراتژیک دارد که اگر این موضوع اقلیم و تغییرات اقلیمی و مسائل مرتبط به اقلیم نادیده گرفته شود و در کانون توجه قرار نگیره، میتونه زندگی هزاران هزار انسان را به خطر مبتلا بکنه، زندگی را نابود بکنه، زیست جمعی را نابود بکنه. از این جهت بحث های اقلیم و تغییرات اقلیمی بسیار مهم و اساسی است. به همین دلیل سازمان ملل متحد آمده در واقع خودش وارد بحث شده تا بتونه بحث های مرتبط به اقلیم و تغییرات و تحولاتی که در حوزه مسائل اقلیمی رخ میده اونها را مدیریت بکنه تا بتونه که از نزاعهای پیش آمده، از مشکلاتی که میتونه جامعه انسانی را دچار تغییر و تحول منفی بکنه از اونها در واقع یعنی پاسبانی بکنه، نگذاره که تغییرات و تحولات بی‌رویه و منفی که زندگی میلیون ها بلکه میلیاردها انسان را به مشکل مواجه میکنه اونها را بتونه مدیریت بکنه. به همین دلیل بحث های مرتبط به اقلیم و تغییرات اقلیمی بسیار مهم و اساسی در زندگی امروز ماست که ما نمیتونیم اونها را به سادگی ازش رد شویم، به سادگی ازش گذر بکنیم، بلکه باید متمرکز باشیم رویش و کار بکنیم. حالا باز بیشتر در ادامه موضوعات مرتبط را با شما شریک خواهیم کرد. بله، سپاس، بخیر باشین جناب استاد. خب شنونده عزیز، باز هم یادآوری میکنیم برنامه میزگرد هست از دهکده فیلم با همکاری رادیو اجمن و مهمان برنامه ما هم حسن رضا شایانفر هستن، استاد پانزه حقوق پنتون خطاب النبیین و انشالله مهمان بعدی ما هم در برنامه حضور پیدا میکنن
خب جناب استاد، اگر برای ما بگوین که چی عوامل باعث شدت یافتن کمبود آب و تغییر اقلیم در کشور ما شده و در بعض کشورها که میشه، چی عوامل باعث میشه که تغییرات در اقلیم و کمبود آب در اون کشور در پیدا شود؟ ببینید، ما در ابتدا باید یک بحث را در واقع تفکیک بکنیم. یکی بحث مشکلات آب هست، یکی بحث مشکلات تغییرات اقلیمی هست. درست است؟ اینا در واقع دو بحث مجزا و متفاوت از هم دیگر هستند، یعنی هر کدامشان عوامل مختلف و مختص به خود را داره. ما اگر بخوایم در بحث مشکلات اقلیمی و تغییرات و تحولات اقلیمی بحث بکنیم که چی عواملی در واقع باعث میشه که اقلیم تغییر بکنه، موضوعات مختلفی وجود داره که در واقع باعث تغییر و تحولات اقلیمی میشه. یعنی اقلیم وضعیت آب و هوا و جو را تغییر میده. مثلا یک از مواردی که بسیار تأثیر ژرف و عمیق برای تغییر و تحول اقلیمی داره، اقلیم را دگرگون میکنه، زندگی را به چالش مواجه میکنه، بحث استفاده بی‌حد و بی‌رویه از گازات گلخانه‌ای و در واقع پخش و انشعاب از او به فضاست که این میتونه در واقع باعث تغییر و تحول اقلیمی شود، اقلیم را در واقع دگرگون بکنه. درست است؟ یک از بحث های دیگه که در واقع بحث تغییرات اقلیمی را رقم میزنه و در واقع تغییرات اقلیمی را به وجود میره، او عدم اهتمام جدی به محیط زیست و بحث های مرتبط به محیط زیست است. درست است؟ یکی از بحث های دیگه که باعث تغییر و تحول اقلیمی میشه و اقلیم را در واقع دگرگون میکنه، خودی بالا رفتن درجه یا دمای حرارت است. شما میبینید که زمین در حال گرم شدن هست. وقتی که زمین گرم شود، وقتی که باران ها کمتر سرازیر شوند، نعمات الهی، رحمات الهی، باران یکی از مصادیق بارود کمتر سرازیر شود، اینا خود میتونه که باعث تغییر و تحول اقلیم و جو و هوا شود. درست است؟ اینی موضوعات بسیار تاثیرگذار و مهم است که روی اقلیم در واقع میتونه تاثیر داشته باشه. بله. خب جناب استاد، تغییرات اقلیمی هم روی بیشتر شدن و کم شدن آب هم تاثیرات خود را داره؟ آیا آب هم مصمم هستی که تغییرات اقلیم به او اضافه شد و یه بگیم که تغییرات اقلیمی پیدا شده و هستک باعث بیشتر شدن و کم شدن آب میشه یا خیر؟ طبعا یک چیزی مسلم است، وقتی که ما شاهدی بحران اقلیمی و در واقع درگیری های اقلیمی باشیم، طبعا این تأثیر مستقیم برای بحث آب داره. درسته؟ ما در واقع آب یعنی به صورت مستقیم تاثیر میپذیره از بحث‌های اقلیمی. وقتی زمین گرم شود، وقتی که کوههای یخی آب شود، وقتی که باران نبیاید، ما شاهد باران نباشیم، طبعا ما در اثر تغییرات اقلیمی شاهدی کاهش آب بودیم. مثلا شما در نظر داشته باشین امروز ما خب در همین کشور خود ما اگر بخوایم به صورت عینی تر مصادیق موضوع کاهش آب را بیان میکنیم، همین تغییر و تحولات اقلیمی که حالا اینا تغییر اقلیمی در یک سال 6 ماه رخ نمیده، اینا 50 سال 60 سال 100 سال کمتر بیشتر زمان میبره که ما دچار تغییرات اقلیمی شویم. اینمی تغییرات اقلیمی باعث شد در غزنی که ما فعلا در همین ولایت زیست داریم سر بحث منابع آب تاثیر مستقیم داشته باشه. امروز شما ببینید که یک وقت مثلا در غزنی اگر ما یک چای آب آشامیدنی را حفر میکردیم، بالاخره آب ما میتونستیم در 15 متر 20 متر، بعضی جاها 10 متر، بعضی جاها 7 متر ما مثلا با آب آشامیدنی دسترسی پیدا میکردیم. اما این تغییر و تحول اقلیمی، دیگرگونی اقلیمی، عدم بارش های فصلی و زمستانی باعث شده است که ما در بحران آب قرار بگیریم. مثلا ما تا جاهایی را دیدیم، همینجا دورم اگر نریم ولایت دیگه افغانستان را مد نظر ما نباشه، همین غزنی سطح آب بسیار پایین رفته. از طرف دیگه متاسفانه که دولت ریاست وزارت انرژی و آب یک برنامه توسعه یافته بلند مدت را به خاطر موضوع و مسئله نداره. امروز ما میبینیم که در ولایت غزنی، در افغانستان، در اقصا نقاط کشور ما شما از 4
چاهای عمیق استفاده میکنن. درست است. این چاهای عمیق باعث میشه که او سفره های آبهای زیرزمینی خشک شود. یک سفره آب زیرزمینی 300 سال زمان میبره، 400 سال زمان میبره، 500 سال زمان میبره که در دل زمین یک سفره آب اونجا ایجاد شود و جمع شود. وقتی ما میخوایم بسیار به راحتی به خاطر زراعت خود از او استفاده میکنیم توسط چاهای عمیق، او سفره های زیرزمینی را خشک میکنیم. بنابراین ما عملا در سالهای آینده در واقع به بحران جدی معضل و مسئله آب مواجه هستیم. کما اینکه همین حالا در پایتخت ما و شما در کابل موضوع معضل آب به یک معضل بسیار جدی و اساسی تبدیل شده است. ما حتی خانواده‌ای را شاهد بودیم به دلیل عدم دسترسی به آب کوچ کردن. یعنی ما میتونیم بدون مثلا نفت، بدون تل زندگی بکنیم، اما بدون آب ما نمیتونیم زندگی خود را بگذاریم. بنابراین یک بحث بسیار حیاتی، مهم و اساسی است که میطلبد دولت، نهادهای مرتبط و زیربط در واقع در این بحث دخیل باشه و بتونن که برنامه آب را ترتیب و تنظیم بکنن و الا ما با مشکل جدی مواجه خواهد شدیم. بله، بخیر باشین، سلامت باشین جناب استاد شایان فرسه. پس اینکه پاسخ درست و واضح‌تر راجع به سوال برنامه ارائه کردین. خب به عنوان یک استاد پانتون، استاد شما تغییرات اقلیمی را در سطح ملی و محلی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینین، تغییرات اقلیمی حالا چی در سطح یک بحثی است که بحث تغییرات اقلیمی را در واقع ما نمیتونیم منحصر به بحث کشور خود و جغرافیای افغانستان بکنیم. بحث اقلیم، تغییرات اقلیمی، مشکلات اقلیمی یک پدیده ساری و جاری در کل جهان است. تمام کشورها در واقع یعنی درگیری معضل هستند و نگران آیندهشان از رهگذر عدم مدیریت بحث اقلیم و تغییرات اقلیمی هستند. شما ببینین تحقیق را مطالعه کردم که در اونجا اندونزیا جزایرشان را از دست داده بود. مثلا به خاطر تغییرات اقلیمی ده ها جزایرشان از دست داده بود. ممکن مثلا این تغییرات اقلیمی باعث شود خیلی از کشورهای دیگه مثلا جغرافیای خود را از دست بده. شما ببینید میگه کمی تغییرات اقلیمی و بالا آمدن سطح آب در بعض از جاها که ناشی از تغییرات اقلیمی باعث میشه حتی نگرانی از این وجود داره. شاید یک روز کشور انگلستان در واقع در بین آب یعنی از بین بره اونجا. این بحث تغییرات اقلیمی به این دلیل بحث بسیار مهم است، بحث بسیار اساسی است و پیامدهای بسیار خطرناک را میتونه داشته باشه. یکی از اون پیامدهایی است که تغییرات اقلیمی باعث میشه که کوچهای درون کشوری و بیرون کشوری، مهاجرت های درون کشوری و بیرون کشوری ایجاد شود، اتفاق بیفته. ما یکی در منطقه آب نیست، اقلیمی درست نداره، ما با ناچار از اونجا کوچ میکنم، چون اجباراً حکم کوچ ما صادر میشه به حکم طبیعت، چون اونجا بستر زیست و زندگی برای ما وجود نداره. وقتی که بحث های مهاجرت های داخلی، جابجایی های داخلی و جابجایی های بین المللی از اثر تغییرات اقلیمی به وجود بیاد، میتونه زندگی میلیون ها نفر متاثر بکنه و تحت تاثیر قرار بده. وقتی شما مستحضر هستین، وقتی که همه بحث مهاجرت های داخلی و مهاجرت های بین المللی شکل میگیره، این عوارض و پیامدهای مختلف را میتونه از خود برمغان بیاره، از بحث های حقوقی گرفته تا بحث های جرم، بحث های جنایت، بحث هایی که اونا نمیتونه با جامعه ادغام میشه و کشور در واقع متضرر میکنه، کشور میزبان را. درست است. اینا بحث هایی هستند که ای از رهگذر تغییرات اقلیمی به وجود میاد. یکی از مشکلاتی که تغییرات اقلیمی به وجود میاد باعث همی است که در واقع کوچهای داخلی و بین‌المللی شکل بگیره و صورت بگیره. یک بحثی دیگه که وجود داره و بحثی است که مخاصمات بین المللی در واقع بیشتر میشه وقتی که تغییرات اقلیمی به وجود بیاد، زندگی انسان ها را متاثر بکنه، کشورها را به بحران مواجه بکنه. در واقع تضاد،
کج و دعوا و مشکلات بین کشورها در واقع بیشتر میشه و مخاصمات بین المللی را میتونه که در واقع افزایش بده از رهگذر و از ناحیه امی تغییرات اقلیمی است. بحث دیگه بحث گسترش فقر است. درسته وقتی مهاجرت های داخلی صورت میگیره، وقتی که باران نباشه، وقتی که تغییرات اقلیمی به صورت بی‌رویه و شدید صورت میگیره، یکی از تاثیرات منفی که بر جامعه میگذاره باعث رشد بی‌رویه فقر میشه. مثلا شما در نظر داشته باشین در خود کشور سودان، دارفور سودان که در واقع باعث خشکسالی حاد شد، در اونجا فقر در واقع در دهه 80 فقر بیش از پیش در اونجا رشد کرده. یعنی یکی از موضوعات دیگه که از رهگذر تغییرات اقلیمی باعث میشه به وجود بیاید و زندگی ما را متاثر بسازه همین فقر است، جابجایی جمعیت است، مخاصمات بین المللی است. اینا عواملی هستند که در واقع از رهگذر تغییرات اقلیمی به وجود میاید و زندگی ما را متاثر میسازه. بنابراین بحث بسیار جدی است. بله، سپاس بخیر باشین جناب استاد شایانفر. و جناب استاد چه چیزی باعث تغییر اقلیم در یک منطقه و در یک جامعه میشه و زمانی که اقلیم تغییرات خود را نشان میده و اقلیم تغییر میکنه، ما باید چه کارهای را انجام بدیم تحت شرایط را ما کارهای خود را پیش ببریم؟ ببینید بحث حالا تغییرات اقلیمی وقتی که در واقع تغییرات اقلیمی به وجود میاد و تغییرات اقلیمی شکل میگیره، یعنی ما به عنوان یک شخص حقیقی خیلی در این منظومه کار آنچنانی را از ما بر نمی آید، بلکه دولت ها، نهادها، انجوها و سازمان های مرتبط باید بیشتر موضوع را مورد توجه و اهتمام قرار بده. مثلا ما سازمان ملل متحد داریم. سازمان ملل متحد یک از فلسفه وجودیش همین است که بتونه صلح و امنیت را به وجود بیاره. حالا صلح و امنیت حالا از هر رهگذری که در واقع تخریب شه، از هر رهگذری که صلح و امنیت مختل شود، باید اقدامات را سازمان ملل متحد و دولت ها در واقع انجام بده. این یکی از مواردی که صلح و امنیت بین المللی را برهم میزنه بحث تغییرات اقلیمی است. بنابراین بیش از اینکه می مثلا شایانفر اثرگذار باشم، دولت ها، نهادها، سازمان ها و در رأس سازمان ملل متحد اینا مسئول هستند. اینا باید اقدامات را انجام بدن، برنامه های را روی دیست بگیرن که بتانن این فاجعه را در واقع مدیریت بکنن، حالا این بحران را مدیریت بکنن، حداقل زمان وقوعش به تأخیر بندازن. من مثلا نوعی خیلی اثرگذار نیستم در این قسمت. بنابراین بحث اساسی بحث خود دولت هاست که دولت ها باید در واقع اهتمام و توجه لازم را در این قسمت داشته باشه. بله، بخیر باشین. و در رابطه با کمبودی ها بسید قسم که لحظات قبل هم گفتن وقت هایی بود که تا 5 متر یا 7 متر یا 8 متر زمانی که چاه حفر میکردیم آب سطحش بالا می آمد، اما فی الحال تا 30 و 40 تا 50 حتی جاهایی است تا 100 متر هم آب نداره. یگانه دلیل عمده کمبودی آب شما از نظر شما در چی هست که چی باعث میشه که در یک منطقه و در یک جامعه بیشتر انسان ها مواجه به کمبود آب و خشکسالی قرار بگیرن در حالتش؟ ببینید بحثایی که مرتبط به این که مثلا کمبودی آب به وجود میاد، چرا کمبودی آب به وجود میاد، عوامل مختلف داره. مثلا شما در نظر داشته باشین که تقریبا 70% آبهای دنیا را کشورها برای زراعت اختصاص دادن، برای زراعت استفاده میکنن. مثلا 20% دیگه را برای صنعت استفاده میکنن، 10% دیگه را به خاطر انسان ها خودشان به خاطر شرب آب، خوردن آب از او استفاده میکنن. درسته؟ حالا ما اگه بحث بکنیم که چه عواملی باعث شده است که این مشکل آب به وجود به ما با کمبود آب مواجه شویم، با کمبود آب ما مواجه میشیم، علل مختلف داره. یک از علل ها همی است که برف و بارانی که زمانهای گذشته، دههای گذشته در واقع
رحمت الهی به زمین فرو می آمد متاسفانه کم شده. حال او برفای سابق و بارانهای سابق را ما نداریم و این باعث میشه که سطح آب پایین بره و ما مشکلی مثلا آب را داشته باشیم. ببینید مناطق اطراف غزنی اگر بریم اون سوالهای غزنی بسیار ملموس‌تر و مصداقی بحث بکنیم. یک وقت بودن مثلا بدون چای عمیق کارزها خودشان آب داشت، سطح آب بسیار بلند بود. یک خانواده یک قریه و مردم بسیار به راحتی از اون آب برای زراعتشان استفاده می‌کنند، زندگیشان را می‌گذراندند. اما حالی که باران مثلا کم است، برفای سابق او برفا با او حجم نیست، اینا تاثیر مستقیم بر کم‌آبی گذاشته. رشد جمعیت جهان، جمعیت ما گفتن نمیتونیم ما بگیم 200 سال پیش یا 300 سال پیش آیا جهان همین مقدار جمعیت داشت؟ طبعا جمعیت کم بود. وقتی که جمعیت چند برابر در واقع رشد بکنه، این جمعیت نیاز به آب داره، نیاز به غذا داره، نیاز به زندگی داره. اینمی رشد بی‌رویه جمعیت و نفوس باعث شده است که تاثیر بگذاره روی استفاده از آب. ما ببینین مثلا ما نیاز داریم وقتی که جمعیت رشد میکنه نیاز داره به تغذیه، وقت تغذیه بکنه نیاز داره به اینکه زراعت بیشتر از گذشته ها باید سطحش گسترش پیدا بکنه و او گسترش زراعت نیاز به آب داره، آب را کم میکنه، طبعا آب کم میکنه. درسته؟ مثلا اینا عوامل اصلی و اساسی است که در واقع بحران های آب به وجود میاد یا ما با کمبودی آب مواجه میشیم. عدم مدیریت درست. مثلا شما ببینید ما هنوز از در افغانستان وزارت انرژی و آب هنوز نتونسته معضل اساسی آب را حل بکنه. هنوز چاهای خصوصی استفاده میکنه، هنوز مردم به صورت بی‌رویه آب را مصرف میکنه. مثلا آب یک امانت است که نسل های بعدی ما هم در او حق داره. ما با مصرف بی‌رویه آب حق از اونا را از بین میبریم. آب مایه حیات است. اینا را هنوز است مردم ما از نظر فرهنگی، از نظر شعور، از نظر سواد به این درک نرسیده که آب را مدیریت بکنه، آب را بیشتر از میزانی که نیاز داره استفاده نکنه. دولت باید سیستم آبیاری را در واقع در بخش زراعت سیستم های آبیاری نوین و مدرن را گسترش بده به خاطر که آب بیشتر استفاده نشه و بتونه در قسمت آب به صورت همینطوری که ما مثلا شاهد پروژه دولتی است. برق یک پروژه دولتی شرکت برشنا ما را برق داده، درسته؟ با نرخ مناسب و با کیفیت خوبتر. اگر ما مثلا در نظر بگیریم برق شرکت همین غزنی در نظر بگیریم برق شرکت عمری استفاده بکنیم، کیفیتش هم شاید حالا با این اندازه نباشه، قیمتش 10 برابر است. اما دولت همون برق با یک نرخ بسیار مناسب برای ما فراهم کرده. آب هم همینطور است. آب ما چرا مثلا متر مکعب 38 افغانی به شرکت های خصوصی بدیم؟ اگر خود دولت وارد عمل شود، آب را مدیریت بکنه و کانال کشی آب را خودشون انجام بده، مثل همون برق در هزینه های آب ما کاهش دادیم و از طرف دیگه از تعدد چاهای مختلف در مناطق مختلف کشور، در مناطق مختلف شهر غزنی، ولایت های دیگه بالاخره ما جلوگیری کردیم. اینا میتونه که ما را کمک بکنه. درست است؟ بله. خب دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و در ادامه برنامه برمیگردیم. خب عزیزان، در ادامه برنامه بازم شما را خوش آمدید میگم و مهمان بعدی ما هم در برنامه حضور پیدا کردن جناب سید محمد یحیی سروش، آمر منابع آب از ریاست انرژی آب ولایت غزنی در برنامه با ما همراه هستند و ایشان هم در برنامه خوش آمدید میگم. جناب سروش صاحب خیلی خوش آمدید در برنامه و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو دهکده. انشالله که خوش سلامت باشین. سروش صاحب اگر برای ما بگوین در نخست از کارکردهایی که در مورد بندهای آب و ای که از خشکسالی ما قسمی که میبینیم نسبت به سالهای قبل به کمبودی آب روبرو هستیم، منابع آبی ولایت غزنی چه کارهایی را انجام داده و چه برنامه‌هایی را روی دست داره برای سال آینده و امسال چه کارهایی را انجام دادن؟ بله، متاسفانه که تغییرات اقلیمی باعث شده که سطح آبهای زیرزمینی بسیار کاهش پیدا کنه و همچنان آبهای سطحی پایین شده رفته. در قسمت کنترل آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی که وظیفه ریاست آب انرژی است، ریاست آب انرژی در سالهای 1402 1403 در سطح ولسوالی ها در هر ولسوالی یک چکدم
از بودجه داخلی وزارت آب و انرژی ساختند که هدف از ساخت چکدم‌ها هم تغذیه منابع آب‌های زیرزمینی، تغذیه کارزها مثل چشمه‌ها و همچنان کنترل تغییرات اقلیمی بوده. برای سالهای آینده ما پلان‌های روی دست داریم انشالله، از جمله فعلا کار سر بند زردالو که از جمله بندهای ذخیروی بزرگ است کار جریان داره، سروی جیوتکنیکش سرش کار جریان داره، انشالله به هزینه 400 میلیون افغانی ساخته خواهد شد. سلامت باشین جناب سروش صاحب. قسمی که میبینیم در فرحال نظر به سالهای قبل جناب سروش صاحب وقتی که آب زیاد بود و زارین و دواقین از ماشین استفاده میکردن و آب را توسط ماشین هایی که تل مصرف میشد به ذریعه از او آب را بیرون میکردن و استفاده میکرد، خیلی به احتیاط استفاده میکردن و زراعت خود را پیشبرد میکردن. اما فی الحال که میبینیم آب را خودسرانه از طریق سولار و شمسی که میخواین از ذریعه از او بیرون بکنن و استفاده میکنن، اگر در سالهایی که مثلا از ماشین استفاده میکردن 1 اینچ یا 2 اینچ را که ضرورت داشتن میگرفتن، اما فی الحال که شمسی و سولار شده میبینیم که 2 اینچ آب ضرورت دارن، ما 4 اینچ آب را مثلا همو حفر میکنن و همو دستگاهی را پایین میکنن و از آب استفاده میکنن. اگر مثلا کشت و کارشون به آب ضرورت هم نداشته باشه، خب سولار هست، مثلا مصرف تل ندارن، میتونن از او استفاده بکنن، خودسرانه آب را مثلا دمو زراعت خود مثلا دمو جاها استفاده میکنن. مثلا به خاطر از این کار شما چی کارهایی را، چی شرایط و چی قانونهایی را به از اونا واگذار میکنین تا در صرفه‌جویی آب بر از اونا پیشگیری بکنن؟ طوری که همه دوستا در جریان قرار دارن، آب که است از جمله منابعی است که هر کس حق داره از او استفاده کنه، اما مطابق قانون، چون برای کلگی باید به صورت مساوی تقسیمات شود و از طرف دیگه آب یک ذخیره زیرزمینی است. این ذخیره به همو پیمانه‌ای که مصرف میشه باید به همو پیمانه تغذیه شود. دوستا باید این موضوع را در نظر داشته باشند. در این سالا به خاطر که برف و باران بسیار کم است، منابع آبهای زیرزمینی تغذیه نمیشه، از طرف کارزها و چشمه ها اکثرا خشک شده، یک تعدادی هم که خشک نشده آبشان بسیار کم شده. بنابراین دوستای ما کوشش کنن که در مصرف آب یک مقدار صرفه جویی کنن. ریاست آب انرژی در این قسمت از حفر چاهای عمیق به صورت خودسر فعلا جلوگیری کرده. هر کس که میخواد که چای عمیق حفر کنه، از آب از او استفاده کنه، باید اجازه نامه اخذ کنه در سطح ولسوالی ها و مرکز. در سطح ولسوالی ها فعلا صلاحیت اجازه نامه آب آشامیدنی برای ولسوالی ها داده شده از طریق ولایت، اما چاهایی که برای زراعت حفر میشه باید از طریق ولسوالی، هیئت ولسوالی سروی شود. باز برای ما از اونجا روان میکنن، در صورتی که واجد شرایط بودن ما برشان تخصیص میتیم، آب را ما تخصیص میتیم نظر به نوعیت کشت نبات و باید میتر نصب کنن. به اساس اونمو تخصیصی که از طرف ریاست ما برش داده میشه باید مردم مصرف کنن. بله، یعنی شمایی که گفتین میتر نصب شوه، آیا بالای دهاقین چنین کار انجام شده یا این هدف روی دست هست کار بالای فعلا جریان داره؟ فعلا یعنی موضوع جریان داره. هر کس که اجازه نامه میگیره اول باید میتر بخرن، سریال نمبر میتر در اجازه نامه ثبت میشه، بعد از او برش اجازه نامه صادر میشه. بله، یعنی بازی بعد از چی مدت میتونه ایره شما چک بکنین و بررسی بکنین؟ آیا ماهوار است؟ ما در سطح ولسوالی ها به صورت روبوار، در سطح مرکز به صورت ماهوار ارقام میگیریم از چاها و این برای ما هم نشان میده که چقدر نوسانات در سطح آبهای زیرزمینی به وجود آمده و همچنان از مصرف خودسر آبها جلوگیری میکنه. بله، بخیر باشین جناب سروش صاحب. در زمینه کمبود آب در نقاط دوردست ولایت غزنی، یعنی زیادتر ولسوالی ها که ولسوالی های دوردست است، مردم زیادترش به آب آموشدنی صحی دسترسی ندارن. برای از اونا چی کارهایی را شما روی دست دارن و چی کارهایی را برایش انجام دادن که اونا بتونن که به صورت کامل و به صورت درست از آبهای صحی استفاده بکنن و دسترسی داشته باشن؟ ما
اول که به خاطر صرفه‌جویی در قسمت آب باید مردم کوشش کنن از آبرسانی استفاده کنن. ما هم کوشش میکنیم یا از طریق بودجه که وزارت در اختیار ریاست آب انرژی قرار میده یا از طریق مؤسسات کوشش میکنیم به اساس عرایض و درخواست مردم ما در ساحات دوردست در ولسوالی ها یا در مرکز ما آبرسانی های ایجاد کنیم و در غیر صورت هم در مرکز یک تعداد آبرسانی های خصوصی که هستند در او ساحه ما اجازه فعالیت برای حفر چای شخصی نمیدیم به خاطر از اینکه در مصرف آب یک مقدار صرفه‌جویی صورت بگیره. یعنی آیا تا کنون سروی یا بررسی علمی در مورد منابع آبی کشور صورت گرفته؟ ما فعلا متاسفانه در سطح کل ولسوالی ها ما استیشن ها رو نداریم، اما در مرکز غزنی ما 6 استیشن برای منابع آبهای سطحی داریم که از او به صورت ماهوار ارقام میگیریم. 39 چای عامه در مرکز غزنی داریم. در سطح 4 ولسوالی در هر ولسوالی ما 5 چای نظارتی داریم، یعنی شبکه نظارتی ما در فعلا در 4 ولسوالی انکشاف پیدا کرده که از جمله ولسوالی خواجه عمری است، ولسوالی خوگیانی است، یا ولی محمد شهید، ولسوالی دهیک است و ولسوالی اندر. ما در هر ولسوالی 4 چای نظارتی داریم که به صورت روبوار از این ارقام میگیریم. بله، بخیر باشین. کدام پروژه ها در زمینه مدیریت منابع آب در حال اجرا است یا در پلان است؟ فعلا که در زمینه مدیریت منابع آب یک بند ذخیروی زردالو است که کار سروی سرش جریان داره. دیگه هم ما سروی در بخش چکدم ها، در بخش کانال ها که در صورتی که کانال ها به صورت عصری ساخته شوه از ضایعات آب جلوگیری میکنه، در بخش سربندا ما سروی داریم. سروی ها در مرکز هم ارسال شده، انشالله در آینده ارسال میشه. ببینیم بر سال آینده امارت اسلامی چی پلان داره. بخیر باشین، سلامت باشین جناب سروش صاحب. خب شنوندگان عزیز، شنوای برنامه ملتیکر هستین و موضوع برنامه هم اقلیم و کمبود آب هست و راجع به موضوع برنامه دو مهمان عزیز در برنامه با ما هستن، جناب استاد حسن رضای شایانفر و همچنان جناب سید محمد یحیی سروش آمر منابع ریاست انرژی و ولایت غزنی در برنامه با ما حضور دارن. خب جناب استاد شایانفر صاحب، اگر برای ما بگوین که نقش پوهنتون ها در این که برای محصلین و برای جوانان در مورد منابع آبی و اقلیم برایشان یک سمینارها دایر شود و برایشان آگاهی داده شود تا چی اندازه ای است؟ در واقع بحث نهادهای علمی، نهادهای اکادمیک در قسمت آگاهی دهی و آگاهی رسانی برای جامعه و اجتماع نقش اساسی و بسزایی را دارد. شما مستحضر هستیم که دانشگاه به عنوان قلب یک جامعه که در واقع در شریان‌های جامعه آگاهی، دانایی و فرهنگ را پمپاژ میکنه، نقش ایفا میکنه و در بحث موضوعات و مسائل آب نیز ما نمیتونیم نقش دانشگاه ها را اغماض بکنیم و نقش دانشگاه ها را نادیده بگیریم. بر علاوه از اینکه دانشگاه اطلاع رسانی میکنه، امروز آب به یک موضوع و یک بحث بسیار اساسی و تخصصی در واقع تبدیل شده است. متاسفانه شاید ما در دانشگاه های افغانستان رشته بخش مطالعات آب را نداشته باشیم، اما در سایر کشورها، در سایر دانشگاه های دنیا ما رشته مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقی را برای آب اختصاص دادن به دلیل از اینکه او بسیار اهمیت داره، میتونه در واقع افراد و اشخاص متخصص را پرورش بده، تربیت بکنه و او بتونه معضلات آب یک جامعه، معضلات آب یک کشور را حل بکنه. به دلیل دانشگاه ها نقش بسیار حیاتی و اساسی داره. ما خدمت شما عرض کردم که بحث مطالعات آب یا ژئوپلیتیک آب یک بحث بسیار تخصصی است. حالا کشورهای دیگه که در واقع به صورت تقاضا محور، یعنی چیزی که تقاضای کشورشان باشه، نیازهای پژوهشی را در واقع شناسایی کرده، برای همونا پروژه برشان بده که تحقیق بکنه، پژوهش بکنه و یک معضل را حل بکنه. دانشگاه‌های نسل 4، دانشگاه‌های نسل 5 در واقع ما هنوز به او سطح نرسیدیم، اما با اون هم دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی
علمی، نهادهای علمی میتونه که در واقع بحث‌های اهمیت موضوع و مسئله آب را در کنار رسانه ها به جامعه تزریق بکنه، به جامعه آگاهی دهی بکنه و جامعه را از اهمیت اساسی و بنیادین بحث‌های آب در واقع مطلع بسازه. یعنی نقش بسیار مثبت داره اگر بخواد که کار بکنه دانشگاه. من گفتم که متاسفانه در افغانستان هنوز این تقاضا در واقع یا نبوده یا متولیان امر در واقع غفلت کردن، ولی میشه که اینا را به صورت تخصصی مطالعه کنه، به صورت تخصصی تحقیق بکنه. بله، سپاس بخیر باشین جناب استاد شایانفر. خب جناب سروش صاحب، در برابر از اینکه وضعیت ذخیره سازی و ایجاد منابع بدیل آب مثل بندها، ذخایر زیرزمینی آب باران به چه سطح است و تا چه حد کارها پیشرفت کرده در اینجا، یا چنین چیزهای کار شده سرش یا کار میشه در جریان سال که سپری شد و در جریان سالهایی که است؟ ما انشالله تلاش داریم که در این زمینه کار زیاد شوه. خب هر تأسیس منابع آبی متاسفانه بودجه بسیار زیاد را تقاضا داره و بودجه بسیار زیاد مصرف میشه. باز هم ما در اکثر جایا خصوصا برای آبرسانی ها ما که اجازه نامه صادر میکنیم بر ازوا توصیه میشه و همچنان بعد از همین موضوع تطبیق میشه. جمع‌آوری آب باران است به خاطر از اینکه باید یک چای جذبی اونا حفر کنن، آب باران جمع‌آوری شوه و از سطح باما البته آب پاک که باعث آلودگی منابع آبهای زیرزمینی نشوه، به خاطر جذب شدن در زیر زمین و تغذیه منابع آبهای زیرزمینی و همچنان بندها و بندهای ذخیره، چکدما، بندهای آبگردان، کانالها، سربندها ما سروی داریم، انشالله در پلان داریم، در آینده تطبیق خواهد شد. بله بخیر باشین جناب سروش صاحب. از بودجه گفتن یا بودجه مشخص برای مبارزه با پیامدهای کمبودی آب تخصیص یافته یا خیر؟ ما در سالهای گذشته پیشترم یادآور شدم که در سال 1402 و 1403 ما در هر ولسوالی یک چکدم تطبیق کردیم از بودجه داخلی وزارت آب و انرژی، اما متاسفانه در سال 1404 ما بودجه انکشافی نداشتیم. در خود ریاست آب و انرژی از طریق مؤسسات بعضی کارها انجام شده، متاسفانه از طریق وزارت آب و انرژی ما بودجه انکشافی نداشتیم. بخیر باشین، سلامت باشین. خب شنوندگان برنامه میز گرد هستین از دهکده فم با همکاری رادیو اجمن که مهمانان عزیز در برنامه با ما هستن حسن رضا شایانفر، استاد پوهنځی حقوق پوهنتون خاتم النبیین و همچنان سید محمد یحیی سروش آمر منابع انرژی و ولایت غزنی. خب جناب استاد، جناب شایانفر صاحب، اگر بگوین که تکنولوژی چگونه میتواند در حل مشکلات کمبودی آب نقش بسازای خود را داشته باشه و همچنان در حصه تغییرات اقلیمی؟ تشکر. پیش از اینکه من به سوال شما پاسخ بدم، بحث بحران آب یک بحران فراگیر است در کل دنیا، یک موضوع بسیار در واقع تنش برانگیز به یک موضوع بسیار حاد تبدیل شده. اگر خیلی بیایم نزدیک، مثلا در زمان حکومت قبلی یک بحث را مطرح کرد به نام مدیریت آب‌های افغانستان. می دیدیم که همسایه‌های زیادی ما، چی از همسایه‌های غربی ما، این طرف همسایه‌های شرقی ما، اینا هم مگیشان در واقع واکنش های تند را در واقع در برابر این دیدگاه، در برابر بالاخره این برنامه از خود نشان دادن. درست است؟ بحث آب چیزی را که متاسفانه وزارت بالاخره انرژی و ریاست های مربوطه در کل کشور، در سراسر کشور اونا را دنبال نمیکنن. بحث های بسیار مهم و حیاتی و اساسی است. این که ما بخوایم چاها را مثلا مدیریت بکنیم، خب این یک بحث است، درست است، ما را کمک میکنه، لازم است، اما کافی نیست. شما مستحضر هستین که
میلیون ها یا میلیاردها متر مکعب آب ما، آب شیرین ما و کشورهای همسایه سرازیر میشه بدون هیچ قیمتی، بدون هیچ هزینه. ما چرا اونا رو مدیریت نکنیم؟ چرا اونا را یک شبکه آبرسانی درست را در کشور ایجاد نکنیم که اونا از کشور ما استفاده میکنه؟ شما ببینید از دریای هلمند هیرمنرود کشور همسایه ما در واقع 80% زمینای زراعتیشان آبیاری میکنه، اونجا برای خود صنعت راه انداخته، ولی داخل کشور ما 40% نمیتونیم زمین‌های زراعتی خود از او استفاده بکنیم. ما به بحث‌های کلان را مطرح بکنیم، بحث‌های کلانی که اثرگذاری کلان داره در زندگی تمام افغانستانی‌ها، کشورها و هموطن‌های ما. مثلا بحث کانال قشتیپه را ما ایجاد کردیم. کانال قشتیپه اگر به منصه ظهور برسد طبعا یک تغییر و یک تحول را به وجود میاره به سمت شمال کشور، در سطح در کل کشور. درسته مدیریت آب از موضوع به هیچ استفاده نمی‌کردیم. بحثی است که ما بیاییم بالاخره دولت متوجه ازی بحث شود که بتونه ای آبهای سرگردان، یا آبهایی که به صورت رایگان و بدون هزینه کشورهای همسایه ما استفاده میکنه، اینا رو به مدیریت بکنه. درسته؟ و اینا رو اگر مدیریت بکنه، ببینید ما هم از نظر کشاورزی رشد میکنیم، هم از نظر صنعت رشد میکنیم و بالاخره از نظر اقتصاد هم رشد میکنیم. بحثی آمد سوال شما که تکنولوژی های جدید، ببینید تکنولوژی های جدید خب میتونه ما رو بسیار کمک بکنه. ما مثلا سیستم آبیاری ما هنوز در افغانستان سیستم آبیاری بسیار کلاسیک و قدیمی است. ما از آب بسیار زیاد محصول بسیار کمی را میگیریم، ولی میتونه مثلا سیستمایی که توسط ربات آب پاشی میکنه، سیستمایی که به صورت قطره‌ای عمل میکنه که از ضایع شدن آب جلوگیری میکنه و در این حال همون ثمر را که ما از او آبی که به صورت بی‌رویه استفاده میشد و او ثمر و حاصل نمیدادیم، اما حاصل برای ما میتونه همون بازدهی را برای ما داشته باشه. بنابراین طبعا تکنولوژی جدید در واقع میتونه ما را کمک بکنه در این راستا که ما آب را بی‌رویه استفاده نکنیم، آب را بدون حساب و کتاب استفاده نکنیم. آب در واقع میراث مشترک همه بشریت است. یعنی نسل هایی که بعد از ما اونا هم به آب حق داره. ما حق از اونا را اجازه نداریم که حق از اونا را حالا از بین ببریم، اینا را به صورت بی‌رویه استفاده بکنیم. درسته؟ بنابراین خوب است که در این قسمت ها هم حالا بیشتر شاید مربوط وزارت انرژی و آب نشه، ولی وزارت زراعت در قسمت ترویج زراعت به صورت مدرن، نوین، امروزی و معاصرش دقیقاً اینا را کوشش بکنه، برایشان سوق بده، اینا را ترید بکنه برایشان که اینا بتونن از او استفاده بکنن تا ما بتونیم از این طرف هم آب خود مدیریت کرده باشیم، از اون طرف هم محصولات زراعتی خود در واقع پورا کرده باشیم. درست است؟ بله. سپاس، بخیر باشین جناب استاد. خب جناب سروش صاحب، نسبت به اینکه دیگر کشورها را می‌بینیم در بخش ذخیره‌سازی آب باران می‌بینیم که زیادتر تپه‌ها و بلندی‌ها و کوه‌ها را تا حدود 2 متر و یا هم 3 متر حفر میکنه که هم به خاطر جلوگیری از سیلاب کار خوبی هست و هم آب را ذخیره میکنه به خاطر که کمبودی آب و خشکسالی صورت نگیره. ریاست شما و ای که شما در این منبع هستین به خاطر چنین هدف، به خاطر چنین کار کدام چیز صورت گرفته، کدام هدف را روی پلان دارین یا خیر؟ بله، این ساختمانایی را که شما گفتین یا به نام درینچ یاد میشه که ما در سالهای گذشته هم در سطح ولسوالی ها همچنان در مرکز تطبیق شده از طرف بعضی مؤسسات، همچنان امسال در حال تطبیق هم هست. ما در قسمت هم کارا صورت گرفته. اما یک موضوعی که استاد هم اشاره کردن در قسمت سیستم قطره‌ای، ما برای دهاقینی که فعلا اجازه نامه صادر میکنیم سیستم قطره‌ای برشان توصیه میشه. اما یک تعداد تطبیق هم کردن، اما متاسفانه یک تعداد دوستایی که برای اجازه نامه مراجعه میکنن حتی و توانایی خرید 1 متر را ندارن. به این خاطر ما زیاد این موضوع را تا حال جدی نگرفتیم که حتما سیستم قطره‌ای تطبیق شود. در آینده انشالله سیستم قطره‌ای هم تطبیق خواهد شد، مثل که حال متر باید بخرن، یعنی به صورت جبری شده. سیستم قطره‌ای در آینده تطبیق خواهد شد. در اینجا هم ساخته شده، در آینده هم ساخته خواهد شد. بخیر باشین، سلامت باشین. خب شنوندگان عزیز، شنوای برنامه میزگرد هستین. اگر وقت برنامه هم به اتمام رسیده و در اخیر برنامه از هر یک مهمان خود به عنوان آخرین پرسش پیامشان را میشنویم. در نخست از جناب استاد شایان
راجع به موضوع برنامه تغییرات اقلیم و کمبود آب بود. با شنونده که شنوای برنامه هستن پیام و دیدگاه خودتون رو میشنویم. تشکر، بسیار ممنون. دوستای گرامی که صدا و پژواک ما را میشنوند از تریبیون رادیوی دهکده، آب امانت الهی است در دست ما، بنابراین در صرفه‌جویی و مصرف از اونا باید احتیاط بکنیم و اسراف نکنیم. همونطوری که در قرآن کریم خداوند میفرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی شما اسراف نکنین. لا یحب المسرفین، خداوند اسراف کننده ها را دوست نداره. لا اسراف کنین، اسراف در معنای وسیعش آب را مگر ما اسراف بکنیم به صورت بی‌رویه اونا را استفاده بکنیم، در واقع ما حقی از آینده ها را، افرادا و انسان‌هایی که در آینده در واقع پا به هستی میگذارن، از اونا را هم ما ضایع خواهد کردیم. بنابراین یک توصیه ما همی است، یک پیام ما همی است که اسراف نکنیم و آب را در واقع حقی از آیندگان بدانیم. تشکر. بخیر باشین، سلامت باشین جناب استاد شایانفر و همچنان جناب سروش، پیام خودتان را میشنویم. تشکر از شما و از شنوندگان محترم که تا این دم برنامه ما را شنونده بودن. ما فقط از دوستای خواهش همی است که در قسمت مصرف آب سرفه‌جویی کنند و همچنان از آلوده ساختن منابع آبی جلوگیری کنند، کوشش کنند فاضلاب و موادهای اضافی را در جای بریزند که باعث آلودگی منابع آب نشود، چون فعلا ما شما متاسفانه در حالت بسیار بد قرار داریم. بارندگی ها کم شده، آبای سطحی ما شما کم شده، آبای زیرزمینی به صورت بسیار زیاد رو به کاهش است. بنابراین ما شما کوشش کنیم کم در قسمت مصرف سرفه‌جویی کنیم و همین مقدار آبی که داریم ایرا آلوده نسازیم. تشکر شما. بخیر باشین، سلامت باشین. از دو مهمان عزیز خود سپاسگزاری میکنیم که در برنامه با ما حاضر شدن، جناب حسن رضا شایانفر استاد پوهنتون و همچنان سید محمد یحیی سروش مامور منابع آبی انرژی ریاست آب ولایت غزنی. سپاس از اردایشون که در برنامه با ما حاضر شدن. این بود برنامه امروزی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد که در حضورتان قرار میگیریم، تا اندم همتون را به خداوند یکتا و بی همتا امانت میکنم. در هر سایه زندگیتون موفق و کامگار باشید، همیشه خنده بر لب داشته باشین و ما را هم از دعای خیر و نیکتان فراموش نکنید. تا اردوبرد، بدرود، فی امان الله.